ببری پارک؟ نه دیگه داره شب میشه. حداقل بیا اینجا بازی بکنیم. حوصله‌ام سر رفته بابا. ای بابا چقدر بابا میکنی؟ صبح تا شب با 1000 نفر سر کله بزنم الانم تو. یه ذره صداش کم کن غزل. غزل جون مامان میتونی یکم صداشو بیاری پایین؟ مامان نمیتونم از این کمتر دیگه نمیشنوم. کرم شدی دیگه همه چه باید جواب بدی. بیا با این بچه تربیت کرد. الو سلام عزیز. سلام عمو جون تویی؟ قربونت دارم. تو گوشی برداشتی چه کار خوبی کردی. چه خبره چی کار میکردی الان؟ تلویزیون میدیدی چه کار خوبی. آفرین قربونت دارم. گوشی میدی بابا امیر؟ الو بابا تو رو خدا این چه پستایی برای من میفرستی؟ نمیتونم جلسه اینا رو نگاه کنم. عمو میشه بیا عروسکم بدی؟ عمو کیه؟ عمو کسی اومده خونه؟ بیا اومدی عمو. این صورتی رو میخوام. دخترم بابا تو صدا میکردی؟ چرا به بابات میگی عمو؟ آره چون هر وقت صداش میکنم بابا جواب منو بد میده و با هم بد صحبت میکنه. اما هر وقت بقیه بهش میگن عمو جواب اونا رو خوب میده و باشون خوب صحبت میکنه. مامان جان مشکل از صدا کردن اسمش نیست، مشکل از